حکومت مملکت تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک برای تشکل دالان‌های اقتصادی یک قطار لایحه‌های افزلناک بنیاد و تجدید راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری را لایحه‌کشی و برای جلب سرمایه پیشنهاد نماید. راه‌های روشن تا دهه ورشز ناحیه شغنان 235 کیلومتر، از ورشز تا گذرگاه کلمک کرسو 300 کیلومتر، باختر، جلال الدین بلخی، قبادیان، شهریتوس، ایواج، سرحد جمهوری ازبکستان 170 کیلومتر، خوجند